قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتار 53. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در هیئت خلافت عرب، از پا افتیدن دولت ساسانیان. مبارزه سغدیان، فرغانی‌ها و ترکان در سالهای 720 722. در تألیفات تاریخ شناسی گاه به اشتراک خیتای در مبارزه ضد عرب‌ها اشاره کرده می شود. این تماما در زمینه غلط و اشتباه به میان آمده است. در حقیقت چنان که سرچشمه های خطی شهادت می دهند، امپراتورهای تن حاکمان آسیای میانه را به مقابل عرب‌ها برانگیزانده، به آنها تشکر اظهار می کردند و منصب می بخشیدند. حکومت خیتای این حاکمان را به مبارزه ضد عرب‌ها تحریک نموده، در آینده به آنها یاری کردن را وعده داده و در صورت بجا نآوردن عهده‌داریشان تابعیت خود را نسبت به خیتای اعتراف کردن آنها را طلب کرده، اصلاً برای یاری رساندن به مردم آسیای میانه انگشت خود را هم خم نکردند. چه نوعی که گومیلیوف قید می کند، حکومت تن از دیگر قسمت‌های سرحد خود یگان دسته عسکر را گرفته و کمک فرغانی‌ها و سغدی‌ها نفرستاد. چنانکه محقق می نویسد، امپریاگی‌ها امیدواری داشتند که وحشت غارتگاری‌های عرب‌ها و تبت‌ها اهالی آسیای میانه را به آغوش آنها طیله می دهد و به آنها فقط صورت تشکیلی دادن می ماند و خلاص. عباره صورت تشکیلی می بایست به ناخنک گرفته می شد. سغدیان از کمک خیتایی ها امید خود را کنده، برای از نو برقرار کردن اتفاق با فرغانیان و ترک ها حرکت نمودند. سال 720 در سوخت آتش مبارزه های آزاد خواهی دوباره فروزان گردید. پیش از این چنین واقعه ها به عمل آمدند. خلیفه عمر ابن عبدالعزیز 717 719 اصلاحات مالیوی اعلام کرد که در اساس آن از کسان دین اسلام را قبول کرده، همچون مسلمانان عرب نه خراج و نه جزیه ستانیده نمی شد. او از طرف عرب ها به دست آوردن یا خود انیخترش زیر کرده گرفتن زمین ها را نیز منع کرد، زیرا این باعثی به خزینه مرکزی خیلی کم داخل شدن خراج می گردید. اما قایم مقام های خراسان با هر بهانه از اجرای این امر خلیفه سرکشی می کردند. در نوبت خود اعیان و اشراف محلی که اکثری آنها خود را مسلمان می گفتند، اصلا نمی خواستند انداز به عرب ها رسد. آنها هم در غم افزودن ثروت خود بودند. به این جهت در بین اعیان و اشراف محلی و نمایندگان اداره خلافت ضدیت پیدا شد. مردم که از ظلم و ستم و قتل و غارت عرب ها به داد آمده بود، طرف اعیان و اشراف محلی را گرفت. آوازه پهن گردید که در سال 100 هجری مطابق سالهای 718 719 میلادی به قدرت عرب ها زوال می رسد. شاید به مقابل عرب ها سر برداشتن غورک محض در همین وقت، نه پیشتر از این، بهانه شد که دیوشتک با تحریک عرب ها خود را پادشاهی سوخت و حاکمی سمرقند اعلان کرد. همان گروه های اشراف سغدی هم که پیشتر بین خود خصومت پروریده
تمایلات گوناگون را پیش گرفته بودند، یک جایه بر ضد عرب ها برخاستند. ترک ها هم به یاری دعوت شدند. سغدی ها در اولی سال 720 شورش برداشتند. کمک ترک ها نیز در سری وقت رسید. خاقان ترک با سرداری کرسول کوشون فرستاد. اتفاقچیان به قوه های عرب سخت ضربه زدند. در کشور سغدیان قریب هیچ محلی و یا حاکمی نمانده بود که به مقابل استیلاگران سر نبرداشته باشد. فقط در بعضی جاها گرنیزان عرب ها باقی مانده، آن هم با دادن تاوان و گرو گذاشتن آدمان موجودیت خود را نگاه می داشت. اینک وقتی حساب رسید موقع ها عوض شدند. استیلاگران افتاده حال در این عرصات از قهر و غضب بی نهایت خلق به لرزه در آمدند. قایم مقام خراسان هرچند سعی کرد که شورش را خواباند اما نتوانست. آنگاه سید الحراشی که در پخش کردن شورش خلق عراق شهرت یافته بود، قایم مقام خراسان تعیین گردید. او با شورشچیان گفت و شنید سر کرد. فوراً قسمی از اعیان و اشراف نسبت به شورش خیانت نمود. در میان این خیانتکاران پادشاه سوخت غورک هم بود که نه فقط به طرف عرب ها گذشت، بلکه همراه آنها بر ضد رعیت خود جنگیدن را هم به ذمه گرفت. با وجود این اکثر شورشچیان قرار دادند که به دشمن تسلیم نشده به محل‌های از تصرف عرب‌ها بیرون مانده پناه برند. چون این محل فرغانه بود. پادشاه آن علوتر که آن وقت دوباره تاج و تخت را صاحب گردیده بود، به سغدیان پناهگاه و حمایت وعده داد. قسم زیادی سغدی ها به این وعده باور کرده راه فرغانه را پیش گرفتنی شدند. آنها را قرزنج نام مردی دلیر و شجاع سرداری می کرد. فرغانه رفتن به او معقول نبود. او نقشه پیشنهاد کرد که موافق آن به قشون پیشاهنگ عرب حمله نموده و آن را تار و مار کرده به آن سوی سیردریا به نزد ترک ها رفتن لازم بود. لیکن تاجران و دهقانان سغدی با این پیشنهاد او راضی نشدند و فرغانه روی را اصرار کردند. وقتی که فوج شورشگران به طرف فرغانه روان شد، علوتر عهدشکنانه با عربها گفتگوزار سر کرده وعده داد که شورشچیان را به دست آنها می سپارد. ولی به سغدی ها خبر رسانید که وعده‌ای به آنها داده او پس از 20 یا 40 روزی در یکی از درهای اسفره پنهان شدن آنها قوت پیدا می کند. در همین وقت که دو طرف سرگرم گفت و شنید بود، قشون عرب به خوجند به قرارگاه موقتی شورشگران رسیده آمد. معلوم که دست نشانده عرب ها علوتر یاری رساندن را به آدمان فریب دادهش رد نمود. به عرب ها اشغال خوجند بهاران یا تابستان سال 722 به آسانی میسر نگردید. سغدی ها تا دم آخرین استادگری کردند. آنها در نزد دروازه های شهر خندق کنده بالای آن را پوشانیدند و سپس بر دروغ رو به گریز نهادند. عرب های فریفته شده آنها را تعقیب نمودند و 10 نفرشان به خندق غلطیده اسیر سغدیان گردیدند. اما وقتی که قوه های سرشمار عرب ها رسیده ماشین های دیوار شکن به کار سر کردند، وضعیتی به محاصره افتادگان خیلی بد شد. آنها شرط های عرب ها را در بابت برگشتن به سوق، پرداختن خراج و رها کردن اسیران عرب قبول نمودند. سغدیان شورشگر همه بی‌عراق کرده شدند. عرب ها یکی را گناهگار خوانده تمام آنها را قید کردند. سربازان سغدی در آخرین لحظه حیات خود هم جسارت فوق العاده نشان می دادند. طبری با تعجب می نویسد که سغدیان بی سلاح کلتک به دست جنگیده مقاومت می کردند. همه آنها از دم تیغ گذرانیده شدند.
فقط 400 نفر تاجران زنده ماندند که جان خود را با پول و مالی بسیاری از عربها خریده گرفتند. اهالی خوجند هم به اذیت و محرومیت ها دچار گردید. سرکرده عرب فرمود که زمینداران اینجا به گردن خود مهری سربی آویخته گردند. کسی را که اندکی از اطاعت سر می کشید به کشتن می دادند. به گروه دیگری شورشگران دیواشتک سرداری می کرد. او با همراهان خود از پنجکین به سرگه زرفشان حرکت کرد. از روی تخمینی به حقیقت نزدیکی یکوبوفسکی، دیواشتک نیت داشت آدمان خود را از عقبه شهرستان گذرانیده به خوجند و فرغانه رساند، ولی این نیت او عملی نگردید. در قریبی های قشلاق قم کوشکی به نام ابگار یا خود ابرگار موجود بود که آن را به کوشکی کوه موغ یک می شمارند. قشون عرب دسته های چندی از حاکمان آسیای میانه را هم در بر گرفته بود. کوشش های دیواشتک در بابت گرفتن پیش راه دشمن با جنگی تن به تن نتیجه نبخشید. دیری نگذشته ذخیره آذوقه و لوازمات فداییانی به محاصره افتاده او به آخر رسید. دیواشتک مجبور شد که با عربها گفت و شنید سخت کند. عربها برای نگاه داشتن حیات 100 نفر از جمله خود دیواشتک ضمانت داد. اما در اینجا هم اصطلاحگران مکر و فریب همیشگی خود را به کار بردند. دیواشتک را وحشیانه قتل کردند و سری بریده او را به حکمران عراق فرستادند. نهضت ضد عربها بیرحمانه پخش کرده شد. بسیار دهقانان و حاکمان محلی نابود گردیده، مال و ملک آنها به دست سرکرده های عرب رسید. استثمار برزگران قوت گرفت. بعضی حاکمان ملک های آسیای میانه پس از شکست خوردن نهضت ضد عربی سالهای 720-722 هم مبارزه را قطع نکردند. در بین آنها حتی کسانی هم بودند که در وقتهای پیش به نزد اصطلاحگران سرخم می کردند. چنانچه در سال 723 پادشاه فرغانه علوتر بر ضد عربها لشکر کشیده با همراهی فرغانی ها و چاچی ها آنها را در تمام راهی از خوجند تا سمرقند تعقیب نمود و به اصطلاحگران ضربه سخت وارد آورد. اهالی سوخت از سر نو شورش برداشت. آتش مبارزه گاه خاموش می شد و گاه زبانه می زد. عملیات حربی گاه به فایده عربها و گاه به فایده مبارزان راه آزادی انجام می یافت. مبارزه ختلان زمین بر ضد اصطلاحگران. مردم دلیر و آزادیخواه ختلان و اصطلاحگران عرب مقابلتی سخت نشان دادند. آن وقتها ختلان تمام خاک گروه ریانهای کولا و وادی وخش را در بر می گرفت و دیگر ناحیه های جنوبی تاجیکستان از جهت سیاسی به وی اطاعت می کردند. پادشاه ختلان در اختیار خود 50,000 قشون داشت. عربها فقط در سال 725 به مقابل ختلان عملیات جدی حربی سرکردنی شدند. قائم مقام عرب اسد ابن عبدالله پس از برقرار نمودن بلخ به این ملک لشکر کشید، ولی عربها به قوه متحده پادشاه ختلان و خاقان ترک روبرو شده راه گریز را پیش گرفتند. تبری خبر می دهد که وقتی از جنگ ختلان شرمنده‌وار شکست خورده به بلخ برگشتنی اسد ابن عبدالله، اهل بلخ در حق او سرود تمسخرآمیز می آفرند که از اولین اثری محفوظ مانده تاجیکی
حسابیدن ممکن است. از خوتلان آمدیه، برو تباه آمدیه، آبار باز آمدیه، خشک و نزار آمدیه. عرب ها در محاربه ختلان چنان سخت شکست خورده بودند که در مدتی بیشتر از 10 سال اشغال کردن آن را حتی به گوشه خاطر هم نمی آوردند. فقط در سال 737 اسد ابن عبدالله به ختلان هجوم کرد. اولها دست او قدری بالا شد، ولی خاقان ترک از هجوم عربها آگاهی یافته با قوه زیادی به کمک ختلانی ها شتافت. اسد ابن عبدالله عقب نشسته به واسطه دریای پنج به طرف کوه نمک، حالا کوج مومن می نامند، پناه برد. در وقت فرار عربها از قافله های خود تماما محروم شدند. کوشون ترک و ختلانی ها در ساحل چپ دریا هم عربها را تعقیب می کردند. اتفاقچیان کاملا امکان داشتند که قوه های بی سر و سامان و هراسان گریخته ایستاده عرب را تماما مغلوب کرده بلخ را اشغال نمایند، ولی آنها با عوض این که یک جایه و فوراً به قشون عربها ضربه زنند مدتی دراز نگران ایستاده موضعهای کم اهمیت را ضبط می کردند و قوه های خود را پریشان می نمودند. اینک وقتی که در خارستان بین قشون اتفاقچیان و عربها محاربه به عمل آمد، دسته های اسد نه فقط جان به سلامت بردند، بلکه سربازان خاقان و ختلانی ها را تارومار هم کردند. حاکم ختلان بدر ترخان و سربازان او به محاصره افتاده با عسکران عرب جنگ را دوام می دادند، ولی در آخر مجبور شدند که در بابت صلح با عربها گفت و شنید کنند. عربها وعده دادند که به بدر ترخان دست نمی رسانند. این دفعه هم وعده آنها دروغ بود. بدر ترخان را مثل دیواشتک عهدشکنانه به کشتن دادند و او وحشیانه قتل کرده شد. پس از این عربها ختلان زمین را به تحت تصرف خود درآوردند. یک نفر از ذریات حاکمان ختلان خواست به فرغانه فرار نماید، ولی به تعقیب عربها دچار گردیده به استروشن گریخت. او و همراهانش با خود بت‌های بسیاری را به استروشن آوردند. چنان که گفته شد در سری حکومت استروشن افشین می ایستاد. افشین‌های استروشن به طرفداری دهقانان، ملکداران خرد و مخصوصاً به خیرخواهی و مبارزه فعال زمینداران آزادیخواه استناد نموده اصطلاحگران عرب را تا آخر عصر 8 به قلمرو خود راه ندادند. در سال 728 و سالهای 736 737 اهالی تخارستان و سوخت با حمایه قشون خاقان ترک بر ضد اصطلاحگران عرب سر برداشتند. احوال عربها خصوصاً در سال 737 خیلی وزنین گردید. تفصیل این قیام آزادی خواهانه چنین است: در عهد خلافت هشام سالهای 724 743 اکثر اهالی اسلام را فقط ظاهراً قبول کرده جزیه نمی دادند. در نتیجه درآمد خزینه دولت عرب خیلی کم شد. خلیفه با مقصد دوباره برقرار نمودن درآمد خزینه امر کرد که تمام آدمان مسلمان شده باز انداز علاوگی جزیه دهند. ادا نمودن آن برای مردم دشوار بود. بنابراین آنها به عنوان خلیفه نامه نوشته اظهار اعتراض نمودند و عرض کردند که از مسلمانان گرفتن جزیه غیر قانونی است و مخالف وعده خلافت است. اما طلب مردم از طرف هشام رد کرده شد. آنگاه سغدی ها از اسلام روی گردانیده به پیروی کردن عقیده های دینی قدیمه خود شروع نمودند.
علاوه بر این ترک ها را به یاری دعوت کرده و مقابل حاکمیت خلافت شورش برداشتند. این شورش به درجه وسعت یافت که غیر از سمرقند و دبوسیه تمام خاک ماوراء النهر به دست شورشچیان درآمد. روز تا روز خوفناکتر گردیدن وضعیت خراسان و ماوراء النهر خلیفه عرب را مجبور ساخت که در یک مدتی کوتاه یک چند قایم مقام را عوض کند. نهایت در سال 738 نصر ابن سیار قایم مقام خراسان و ماوراء النهر تعیین گردید. او وقتی زیادی به کارهای دولتی خراسان مشغول شده، برابر آن در سالهای 738-739 3 مراتبه به ماوراء النهر لشکر کشید و شورش‌های اهالی سمرقند، چاچ و فاراب را فرو نشانید. نصر ابن سیار فهمید که فقط با راه جنگ مطیع کردن مردم این سرزمین ممکن نیست. از این رو وی راهی به اعیان و اشراف محلی سازش کردن را می جست تا که برای در اطاعت نگاه داشتن مملکت از قوه آنها استفاده برد. او دختری بخارخدات را به زنی گرفته با اصلزادگان ماوراء النهر رابطه اقربایی پیدا می کند. ولی به همه این نگاه نکرده مبارزه مردم آسیای میانه بر ضد استیلاگران همانا دوام می کرد و این سرزمین یکی از بی‌اعتمادترین گوشه و کنارهای خلافت به حساب می رفت. عاقبت به خلافت عرب همراه کرده شدن آسیای میانه. هنگامی بها دادن به اهمیت تاریخی از طرف عربها اصطلاح شدن آسیای میانه، چنانکه در بعضی تحقیقات به شکل پرده پوشیده به نظر می رسد، نباید به افراط و تفرید راه داد. در وقت تحلیل چنین حادثه مرکب مثل آسیای میانه را اصطلاح کردن عربها، پیش از همه موقع صنفی را جداً رعایت نمودن، گوناگونی و رنگارنگی غیر عادی ترکیب صنفی و طایفوی جمعیت فیادلی را به اعتبار گرفتن ضرور است. شبهه‌ای نیست که مأموران ساسانی، اعیان و اشراف دینی و غیر دینی محلی در ایران و آسیای میانه به کشاورزان و هنرمندان از حد زیاد ظلم می کردند. این بود که عامه خلق اولها حکومت خود را در مبارزه بر ضد عربها دستگیری نکرد. شعار حاکمان عرب را درباره برابر حقوقی و آزادی سهواً همچون تجدید عنعنه‌های نهضت مزدکیه پنداشت. همه این در دوره اولی اصطلاح به حرکت فاتحان عربها در سرزمین ایران و خراسان مساعدت نمود. در عین زمان از طرف عربها اصطلاح شدن آسیای میانه قبل از همه جنگ غاصبانه به منفعت طبقه حکمران عرب بوده، به سر مردمان مطیع مصیبت و محرومیت های زیادی می آورد و دچار ظلم و تعدی دو طرفه می گردانید. حاکمان محلی از تابعیت ایرانی ساسانی خصوصاً در نیمه دوم عصر 7 رهایی یافته به زیر حکمرانی مأموریتی باز هم بیرحمانه‌تری عرب افتادند. استیلاگران سیاستی تالان و تاراج و جبر و ستم را جاری نمودند. در نتیجه این علل خصوص در مرحله های بعدینه استیلا در بسیار محلها اهالی آسیای میانه و مقابل استیلاکاران سر برداشته با متانتی تمام مقابلت مسلحانه کردند. همچنین باید به نظر گرفت که وضعیت هرگاه وابسته به زمان و مکان تغییر می‌یافت. کوشش‌های نخستین عرب‌ها را نرم کردن و به وسیله انداز و خراج از دست آنها خلاص شدن
به قیامی مسلحانه مبدل می گردید. تضییق عرب‌ها تا رفت زیادتر می شد. سیاستی طبقه‌ای فیادال شده خلافت تغییر یافته، برابری مستحکم شدن دولتی بزرگی به ترقی رو نهاده نسبت به خلق‌های مطیع باز هم ظالمانه تر می گردید. در این صورت محل‌های نسبتاً به آسانی ضبط کرده عرب‌ها هم به شور آمده با کمک اتفاقچیان شرقی خود علل خصوص ترک‌ها به اصطلاحگران مقاومتی سخت نشان می‌دادند. مختصراً چنین بود شرایط تاریخی آسیای میانه در عصرهای 7-8. پروسس‌های اتنوگینی، زبانی و مدنی کشورهای داخلی خلافت نهایت درجه مرکب و پر اختلاف بودند. در شرق نزدیک و افریقای شمالی اکثر قوم و نژادها عربانیده می شدند. در همان ناحیه ها هم که اهالی زبان مادری خود را نگاه می داشت، زوراً دین اسلام را جاری کرده برابر آن زبان عربی را نیز چون زبان مقدس پهن می نمودند. زیرا قرآن و دیگر ادبیات دینیه را فقط آنهای خوانده می توانستند که این زبان را می دانستند. زبان عربی همان موقعی را که زبان لاتینی در اروپای غربی عصر میانگی داشت در داخل خلافت صاحب گردیده در بین خلقهای گوناگون اعتبار زبان عمومی علمی را پیدا می کند. فقط بعدها ادبیات علمی دوباره به زبانهای محلی انکشاف می یابد. مدنیت خلقهای خلافت یا خود چه نوعی که بعضاً اصطلاح نادرستی را به کار برده مدنیت مسلمانی می گویند، مدنیت عرب تماما نادرست، نتیجه سینتزی کامیابی های ایجادی بسیار خلقها از جمله خلقهای آسیای میانه می باشد. جهانبینی یگانه دینی و زبانی لااقل در مرحله های اول عمومی، علاقه نزدیک و متصل این خلقها بسیار جهت‌های مخصوص این مدنیت را به میان آورد. ولی باری دیگر تاکید می‌کنیم هر یک خلقی به هیئت خلافت داخل شده دارای مدنیتی به خود خاص، این چنین مخصوصیت‌هایی میباشد که با تأثیر عنعنه‌های مدنی و عامل‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم آمده، علل خصوص از آخر عصر 9 تدریجاً به جداشوی مدنی آورده می رساند. شما گفتار 53 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.